که اگر ماه و خورشید نور دارند این یک ذره از نور مصطفی صلی الله علیه و سلم. اگر کهکشانها می درخشند، ستارگان می درخشند، یک ذره از نور مصطفی صلی الله علیه و سلم به اینها رسیده و نور اینها مدیون نور مصطفی تا زمانی که نور لا اله الا الله محمد رسول الله در قلب یک بشر هم در جهان باشه. ماه می درخشه، خورشید نور میده، ستارگان می درخشند، اما روزی که این نور از این قلبها بیرون بره و در قلب هیچ فردی از افراد جامعه بشر نور لا اله الا الله محمد رسول الله باقی نمونه، آن روز این نظام به هم میخوره. اذا الشمس کورت، الان خورشید از کجا نور میاره؟ خورشید بی نور میشه. و اذا النجوم انکدرت، ستاره ها میافتند. این زمان این تمام نورها و تمام زیبایی ها از بین میروند. اگر گل مینازه به نازک بدن بودنش، به قشنگی و زیباش، به عطر خودش، این یک ذره از عطر مصطفی صلی الله علیه و سلم است، بلکه 1 میلیاردم قطرات عرق بوی خوش مصطفی صلی الله علیه و سلم به گلهای جهان رسیده. میفرمایند صحابه کرام ما جمع‌آوری میکردیم عرقهای گرامی پیامبر را در فصل تابستان که استراحت میکردند. زمانی که این عرقها را بعدها به کسی نزدیک میکردند، با اینکه به مشامش بوی خوش این عرق میرسید، سوگند یاد میکرد که هرگز در زندگی خودم چنین بوی خوشی به مشام نرسیده. اگر این عرق را نزدیک یک مریض میبردند، به محض رسیدن این بوی خوش به مشام مریض، پروردگار اون مریض رو شفا عطا میکرد. بوی خوش جهان از مصطفی صلی الله علیه و سلم. تعبیر دیگری را از مادر مؤمنان عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میفرمایند لوامی زلیخا لا رأینا جبینه، کسان آن زنانی که زلیخا را ملامت کردند. چگونه ملامت کردند؟ این صحنه را قرآن بیان میکنه. وقال نسبة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. زمانی که زلیخا بهش خبر میرسه فلما سمعت بمكرهن ارسلت الیهن و اعتدت لهن متکئا و آتت كل واحدة منهن سکینا. اونا رو فرا میخونه، دعوت میده، در سالن پذیرایش به هر کسی یک تکیهگاه میده و میوه ها رو میاره میذاره جلوشون، چاقو میده تا میوه ها رو برند و بخورند. اما و یوسف علیه السلام میگه وقالت اخرج علیهن، ای یوسف بیا از این در وارد بشو و از در دوم سالن پذیرایی برو بیرون. فلما رأینه اکبرنه و قطعن ایدیهن و قلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم. با دیدن این زیبایی و این قشنگی بر زنهایی که زلیخا رو ملامت کرده بودن، قلن حاش لله اومد و قطعن ایدیهن و انگشتان رو بریدن. مادرمون میفرمایند ام المؤمنین لوامی زلیخا لا رأینا جبینه، اگر اونها زیبایی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رو میدیدن لآثرن قطع القلوب بالانامل، به جای بریدن انگشتها ترجیح میدادن که دلهاشون رو تکه تکه بکنن. و میفرمایند که کسانی که حسن یوسف رو دیدن انگشت بریدند و قلن حاش لله ما هذا بشرا، و کسانی که حسن مصطفی صلی الله علیه و سلم رو دیدن اونها گردن بریدن و بعد از جان دادن فرمودن فزت و رب الکعبه، سوگند پروردگار کعبه که رستگار شدم که در عشق مصطفی صلی الله علیه و سلم جان دادم. زیبایی مصطفی در زمانی بود که این زیبایی بازگو میشد. محققین نوشتند که در مغز انسان جایی هست تشنه زیبایی است و این تشنگی رو فقط زیبایی مصطفی صلی الله علیه و سلم تسکین میده و این تشنگی رو برطرف میکنه. در آن زمان بود که یادآوری میکردن واسع الجبهه، پیشانی مبارک وسیع، فخم الراس، سر مبارک نه چندان بزرگ نه کوچک بلکه علامت دانشمندی و عقل و تفکر از سر مبارک نمودار بود و بینی مبارک، ابروهای مبارک مانند کمان باریک و پلکان مبارک گنجان و بزرگ،
اکحل، آنچنان چشمه‌های گرامی دیده میشدن گویا که سرمه زده. سرمگین نبودن چشمه‌های گرامی، اما از بزرگی پلکان و گنجان بودنشون چشمه‌ها این چنین نمادار بودن. و در مقابل در مورد چشمهاشون 4 صفت در حدیث اومده. اشحل، آنچنان زیبایی چشم که فقط چشمشو با 4 تعبیر زیبایی معرفی میکنن. بینی مبارک، نه چندان بلند نه کوتاه، اما کسی که بینی رو میدید اولین بار با دیدن احساس میکرد که بینی بلنده، اما متوجه میشد علیه نور یعلوه، بالای این بینی داره نوری میدرخشه، به این خاطر بلند دیده میشه. لبهای مبارک بسیار قشنگ و نازنین، دندانه های مبارک مانند مروارید، گردن مبارک مانند نقر صاف و شفاف. چرک هرگز به بدن به مبارک نمی چسبید، امکان نداشت. اومده بود که چرکه ها را از قلبه های جهان دور بکنه و پاک بکنه. اون شب ابعد ما بین المنکبین 4 شانه بودند. فخیم زخیم الکرادس، تمام بنده های بدن قوی. وقتی که راه می رفتن که انه ینحت من سبب، گویا که از بالای داره به سوی پایین میاد. سینه مبارک با شکم مبارک برابر بود، جلو نبود. این زیبایی رو تعبیر میکردن و فقط زیبایی مصطفی صلی الله علیه و سلم مغزها رو، تشنگی مغزها رو برطرف میکنه و تسکین میده. امروز متاسفانه من مسلمان که باید زیباییش رو برای جهانیان معرفی میکردم و این الگو رو برای جهانیان تعریف میکردم و حسنش رو برای جهانیان میگفتم تا که تشنگی مغز اونها برطرف میشد. امروز جوان مسلمان خودش سرگردانه، برای رفع نیاز این تشنگی مغز خودش جوان مسلمان برمیداره عکس یک کثیف را، یک یهودی رو که قرآن میگه نجسه، یک هندویی که مذهبش اینه. ما با چشم سر دیدیم در هندوستان که دم گاو رو برمیداره بلند میکنه و میبوسه که خدای منه، ادرار گاو رو مینوشه. اما یک انسان چنین پستی رو عکسش رو جوان مسلمان برمیداره در جیبش میذاره یا در اتاق خودش آویزان میکنه تا که تسکین تشنگی مغزش باشه. اینها هرگز تسکین نمیدن، اینها مغزمون رو پریشان حالتر میکنن، به فساد و فحشا میکشن. ما بودیم که جهانیان رو با زیبایی مصطفی صلی الله علیه و سلم مغزهاشون رو تسکین میدادیم. فراموش کردیم هدف زندگی خودمون را. نیاز بشر به یک شخصیت الگو رب جهانیان معرفی میکنه، زیباییش را معرفی میکنه. عرض کردم چهره مبارکش را قد نرا تقلب وجهک فی السما، چشمهای گرامی لا تمدن عینیک، دست گرامی لا تجعل یدک، گردن زیبا که مانند نقره می درخشید الی عنقک، زبان گرامی لا تحرک به لسانک فانما یسرناه بلسانک، سینه گرامی الم نشرح لك صدرک، کمر گرامی الذي انقض ظهرك، بلند شدنش در شبها انه یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین. شهری رو که در اون زندگی میکنه به جایی میرسه که رب جهانیان سوگند یاد میکنه به آن شهری که زندگی میکنه. لعمرک لا اقسم بهذا البلد، قسم به کعبه، قسم به مکه، و این سوگند به خاطر فقط مکه نیست، به خاطر صفا و مروه نیست، به خاطر ماء زمزم، به خاطر چاه زمزم نیست، بلکه و انت حل بهذا البلد. قدم های زیبای مصطفی صلی الله علیه و سلم در شهر مکه میافتند. به این خاطر این شهر به ارزشش آنچنان رفتی بالا که رب ذوالجلال به آن سوگند یاد میکنه، معرفی میکنه با سوگند عمر مبارکش رو. لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون، گفتارش رو با سوگند معرفی میکنه. و قیله یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، رسالتش رو کفار گفتن لست مرسلا فنطق من فوق العرش یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اخلاق گرامیش را کفار گفتن انک لمجنون، خاکم بدهن تو دیوانه. رب ذوالجلال جواب میده، با سوگند جواب میده. فنادى من فوق العرش نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمة ربك بمجنون انك لعلى خلق عظيم.